درود بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیمتون می شود. من شاله گل خوجا با شما هستم و نخست به سرخط موضوع امروز ششم ینور توجه کنید. لیمیت برق دوباره جوری شد. محدودیت برق قرار گردیده ساکنان بلند اوشونه ها را در تاریکی و خنکی گذاشت. گرم کننده مغازینا دا میفروختگی ممکن نیست. یگان چیز ما پیچکا نمیشونیم. ساختار اردوگاه مهاجران افغان و پاکستانی را از بین برد و آنها زیر هوای سرد منتظر حل سرنوشتشان هستند. و پدر قبادیانی بر این نظر است که باید 5 گونیکویش در دوشنبه زندگی کنند. اولین 5 گونیکو در تاجیکستان هفته گذشته به دنیا آمدند. امیدوار هستم که یک خانه از دوشنبه تیار می‌سازد برای کودکان، آینده هم کودکان. در تاجیکستان از شب گذشته رسما لیمیت برق جوری شد. انتقال برق از نیمه شب تا صبح قطع کرده می شود. این اعلان در شرایط صدا داد که تاجیکستان را در چند روز اخیر سرمای شدید فرا گرفته است. مسئولان شرکت برق تاجیک گفتند لیمیت تنها به اهالی دهها دخل داشته در نسبت ساکنان بیناهای بلند اوشونه استفاده نمی شود، ولی مشاهده های بر رادیو صوفی برعکس این گفته ها را نشان می دهد. баландтабақаҳои шаҳраки наврӯзи шаҳри ваҳдат. шаби нахустини бозгашти маҳдудияти барқ ин биноҳоро хеле сард кардааст. чанд манзили панҷтабақа ки аз бетон сохта шудааст ҳоло ғайр аз барқ манбаи дигари гармшавӣ надорад. манзилҳо пас аз хомӯш кардани бухориҳои барқӣ дар тӯли 1 соат ба куллӣ сард мешаванд. дар ҳамин шароит сокинони ин биноҳо шаби гузаштаро аз соати 11 то 6 субҳ бебарқ ва дар сардӣ рӯз карданд. همین حاضر برق خاموش کنی نسبتی همین خانه‌های ما ای بیتون ساختگی پنل میگن هم بیتون ریختگی هم تا 4 یک روز یک هفته دمی دوم ساختگی همین ما یک ایلود باشد همین رئیس برق یا که حکومت یک مسئله شد بیند که همین ما چه گرد کنیم. گرد کننده مغازینا دا میفروختگی ممکن نیست. یگان چیز ما پیچکا نمیشونیم به هیچ. همین مورا کمتر همین نشه بفهمن همین مورا کمتر از طرفی خوبیش نشان دهند که ما چیکار کنیم. ساکنان میگویند اکثریت باشندگان در بلند منزل‌های بتونی جوانانند و اکثریت کودکان خردسال دارند. در برخی از این منزل‌ها ساکنان از ناعلاجی بخاری‌های مواد سوختش با انگیش نصب کردند. دیم هیتش دارم. برق نیست خیلی خونه را گرم میکنه. پیچکا دارم. علاوه میکنم کمر دارم. ایزون دارم. یه روز یک سطل ملاو میکنم. کمری عینی گرفتگیم. برای که گفتم بابا بو گفت شد که کم مصرف های که با اون خیلی لامپشای و خیلی گرفتیم. با مردم. نه گفتم بر اونو خوردن اوسنو رو میدونی ها. اشتراف کردیم. یک لامپشا 50 سون خپن. ساکنان میگویند چند روز قبل از جاری کردن محدودیت انتقال برق نمایندگان مقامات محلی با آنها واخورده تاکید کردند که حتی ساکنان بیناهای بلند منزل برای گرم کردن خانه ها از بخاری های برقی استفاده نکنند. تحلیلگران بخش انرژی جاری کردن محدودیت انتقال برق به ساکنان را علاج از ناعلاجی میدانند. زیرا به گفته آنها مشاهده ها از سال 1932 حاکی است که در 7-8 سال یک دفعه در رودخانه های تاجیکستان کمابی شدید پیش می آید. دورای پیش وقتی گاز بود و دیگر سو بود استفاده مردم همگی 12-13% 3 سال تشکیل میکرد. حالا 45-50% شده. تناسب تحلیل کنید تمام پزی گرم کنی منزل بعد آب گرم چکردن 80% روزگار را تشکیل میکنه. 5 مرتبه زیاد کردیم 6 مرتبه زیاد کردیم استعمال برق در عائله ها. اما برخی تحلیلگران دیگر بر اینند که استفاده کافی نشدن منبع‌های دیگری تولید نیروی برق از جمله مرکزهای برق و گرم‌دهی در پایتخت و مرکزهای معموری شهر و ناحیه‌ها عدم بنیاد چنین مرکزها در مناطق کشور سبب بازگشت دوباره برای جاری کردن محدودیت انتقال برق در کشور شده است. ماه ینور سال 2017 مقامات انرژی تاجیکستان اعلام کرده بودند که تولید برق در کشور به حجم کافی رسیده است و از این به بعد جاری کردن محدودیت برق در کشور مال تاریخ شد.
صدها مهاجر از افغانستان و پاکستان و دیگر کشورها در روزهای سرد زمستان در اردوگاه لیپا در شمال غرب بوسنیا و هرزگوین در بیرون می‌خوابند. سربازان این کشور برای آنها یک پناهگاه نو می‌سازند تا زمستان را در شرایط مناسب سپری کنند، ولی هیچ معلوم نیست که آنها را کی به اردوگاه نو می‌کشانند. طاهری سفر گزارش می‌دهد. صدها مهاجر و پناهجو منتظر سرپناه درست در بوسنیا و هرزگوین. تقریبا 800 نفر روز را زیر آسمان در هوای سرد در اردوگاه لیپا سپری می‌کنند. اکثریت از افغانستان و پاکستان و بنگلادشند. روز 23 دکبر قسم زیادی اردوگاه سوخت. سببش حالا هم معلوم نیست. اردوگاه هم بعد از آن آتش گرفت که کارمندان یک مؤسسه امدادی آن را ترک کردند. سربازان حالا پناهگاهی نوی دارای برق و گرمی می‌سازند. پناهگاه کامل نیست و معلوم هم نیست که مهاجران را آنجا میبرند. وقتی مقامات به اردوگاه رفتند، ساکنانش با طلب شرایط بهتر اعتراض کردند. ما عدالت می‌خواهیم. حقوق ما را رعایت کنید. لیپا را در اصل همچون پناهگاه موقتی ساختند. بعضی از قسم‌های اردوگاه از ساختار امین ماند، ولی ساکنانش به نشان اعتراض در بیرون می‌خوابند. آنها می‌خواهند که به پناهگاه نوی مناسب برای زمستان گذرند. سازمان جهانی مهاجرت وضع را وحشتناک خوانده است. سازمان جهانی مهاجرت و همکارانش به حدی که میتوانند کمک میرسانند، اما واضح است که باید راه حل دراز مدت و پایدار پیدا کرده شود. مقامات نیت داشتند ساکنان لیپا را آخر دکبر بکشانند، اما در مسئله کجا بردنشان به سازش نرسیدند. از این رو مهاجران در لیپا ماندند. در چند سال گذشته ده ها هزار مهاجر در راه به سوی کشورهای اروپای غربی و بوسنیا وارد شدند. بسیاری از آنها در این کشور درماندند. اتحادیه اروپا برای کمک به مهاجران به بوسنیا 95 میلیون دلار داد. بعد از آتش گرفتن اردوگاه بیشتر از 4 میلیون دلار دیگر وعده کرد. صدها نفری که اینجا ماندند امید زیادی ندارند که در این روزهای تاریک زمستان احوالشان بهتر می شود. برنامه را با گزارش از تاجیکستان ادامه می‌دهم. پدر اولین پنجگانیک‌ها در تاجیکستان میگوید برای تربیت شایسته فرزندانش در پایتخت به منزل نیاز دارند. این پنجگانیک‌ها هفته پیش در یکی از سوالخانه‌های شهر دوشنبه به دنیا آمدند. به قول والدین نوزادان، نگاهبینی آنها در دهه دوردست ولایت ختلان مشکل است و امیدوارند حکومت دستشان را میگیرد. سرویناز روح‌الله و امرالدین اولیموف از شرایط زندگی این عائله سرفرزند قصه می‌کنند. رحمان نورمуродов падари аввалин панҷгоникҳо дар тоҷикистон имрӯзҳо серташвиш аст. аксаран пушти дари таваллудхона аст ва аз ҳоли ҳамсару фарзандонаш хабардор мешавад. шом ба қубодиён ба манзиле бармегардад ки қарор аст 5 тифли навзодашро ҳам ба зудӣ он ҷо барад, аммо шароити ин хона нигаронаш кардааст. як духтар як писар дорам, отам очам бо апам оилашон катед. зиндаги бо вазмин ягон шароит ошхонаи чӣ барои чӣ надоштем вообще неста ё дар время неста. ай тарафҳои ҳукумат чизи камтар ёрдам додану барои кӯдакон ояндаба чӣ нест. манзил нест, шароит бо мафшиқӣ. раҳмон ва ҳамсараш фарзанди сеюми худро интизор буданд, аммо ташхиси ултрасадо 5 тифлро дар батни ҳамсараш нишон дод. як моҳа буд амнохояи шаҳри тут чиз узи гузаштем мисол гуфтан ки ҳамин хел бо роён кардан ки ҳам тарафҳои душанбе инҷо омада ҳамин хел масалан бил ҳамин хел будам. мо сели хушанд будем, бо хушанд шудем, хайрон шудем як бора. раҳмон нурмуродов муҳоҷир аст, вале бо сабаби баста шудани марзҳо ҳудуди 1 сол мешавад ҷои кори муайяне надорад. ҳамсараш ҳам хонашин аст. мегӯяд бо як навъи зиндагии худро пеш мебурданд, аммо акнун ҳайронанд чӣ гуна ин 5 кӯдакро калон мекунанд. шароити дехаи мисол шумо маълум барои кӯдакон вообще шароити мо нест. мо умедворем ки аз ҷаноби олии ҷумҳурии тоҷикистон, аз роҳбари шаҳри душанбе ягон умедвор ҳастем ки ягон хона аз душанбе тия мисол квартира барои кӯдакон, ояндаям кӯдакон нағз шава мисол. ҳайфи мо ҳам ҳамин худа. то ин дам мақомоти маҳаллӣ дар вилояти хатлон ба хонаводаи панҷгоникҳо кӯмак карда ваъда доданд ки дар ҳавлии падарияшон ба онҳо хона месозанд.
اما این اویله جوان میگوید بزرگ کردن یک بار 5 طفل در شرایط دهه با نظر داشت کمبود برق و گرمی مشکل است. سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها. چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. ظاهراً آغاز سال نو هم به مسئله بسته بودن مرزها روشنی نانداخت. از سال گذشته به این طرف نبودی امکانی سفر به روسیه زندگی خانواده‌های زیادی توجیک را در وطن مشکل کرد. بعضی از آنها مجبورند از حساب شکم خود نیز صرفه کنند. همکاران ما از تلویزیون نستایش وریم در این باره گزارش دارند. سعادت امروز برای خوراکی نصف روزی شوربای بیگوشت آماده کرده است. از آغاز پاندمی و بسته‌شوی مرزها این خانواده خوراک بیگوشت می‌خورند. قبلا زندگی عائله 5 نفره سعادت از پل مهاجرت پیش می‌رفت. شوهرش عبدالصمد که تا زمان پاندمی در روسیه کار می‌کرد، حالا از بیکاری به مردکار بازار دوشنبه می‌رود تا حداقل نانپولی یک روزش را پیدا کند. معاش ناچیز سعادت هم که از راهروبی به دست می‌آورد برای خریدن مواد خوراک صرف می‌شود. همسون که نحصر باشه و چیزای نقض میگیریم و کم که باشه وابسته به همسون میگیریم. عبدالصمد بی‌صبرانه انتظار باز شدن مرزها است. بر عوض کاری وزنین او در دوشنبه پول ناچیز میگیرد. این کار هم دائمی نیست و روزهای هم میشود که با کیسه خالی به خانه برمیگردد. نداریم همه شرایط تو قینه در مردی کاری چند کمی روزش در میره مثل که در زلون کار میکنیم و همو قم میبریم یا که شرایط وزمین هسته همو دا تو بگر اگر این دور سر شده این کار نیست ایسو بخنکیو هم قدر کار میکنی که مثل که میره در شکم میخری. دو پسری سفرگل نورو در روسیه هستند ولی حالا هر دوی آنها در خانه بیکار ماندند. سفرگل میگوید که پسرانش تأمین کننده اساسی عائله بزرگ او و برادری معیوبشان بودند. حالا آنها به خانه پول نمیفرستند و روزگار خانواده با نفقه پولی پیش می رود. ما اکنام در رفتگیم حضور، اردم اکنام، نانم اکنام، قندم اکنام، یک قند 10 سوم، یک لینچوار 262 سوم، یک جوم خلق، یک جوم میخریم. شریف بیگ پسری سفرگل میگوید آنها از بازار ارد خریدن نان میپزند. این کم خرجتر است. نان میکنیم همجا در مثال اگم برای کودک‌ها خرج کنیم با همین زندگی را پیش میبریم. بنا به پژوهش بانک جهانی در دوره پاندمی بیش از 40% عائله‌ها در تاجیکستان خراجات خود را برای خریدن خوراکواری کم کردند. کارشناسان بانک بالاروی میزان فقر را پیشگویی میکنند. انتظار می رود کاهش انتقال‌های پولی مهاجران تیر ماه سال 2020 سبب افزایش کمبزاعتی شود. عائله‌های کمبزاعت در تاجیکستان نسبت به عائله‌های میان حال بیشتر به پول مهاجرت وابسته‌اند. بیش از 80% خانواده‌هایی که از مهاجران پول دریافت می‌کنند می‌گویند اکثراً این مبلغ را برای خوراک و دیگر مواد نیاز اول صرف می‌نمایند. رحمان اولماسوف کارشناس مسائل مهاجرت بر این باور است که در آغاز سال 2021 وضع در تاجیکستان یک بار بهتر می شود. با اندیشه او روسیه حالا شدیداً به نیروی کاری نیاز دارد و مسکو مجبور است به مهاجران اجازه ورود دهد یا حتی امکان دارد خودش آنها را ببرد. 10% درآمد مجموعی محصولات داخلی روسیه از حساب مهاجران است. از این 1 یا 2% از حساب مهاجران کاری تاجیک. تصور کنید اگر این مهاجران نباشند، اگر مهاجرت 50% کاهش یابد، حجم مجموعی محصولات داخلی روسیه 5% کم می شود. بنابراین آنها مجبور می شوند از این راه استفاده کنند. حالا معلوم نیست که تا کجا این پیشگویی های کارشناس درست است، اما در هر صورت تحلیلگران بانک جهانی حدس میزنند که وضع در سالهای 2021 و 2022 بهتر می شود. البته در صورتی که اگر واکسن ضد کووید 19 مورد استفاده عموم قرار بگیرد. دوستان عزیز، فرصت برنامه ما اینجا به پایان میرسد. تشکر میگویم که تا این لحظه ما را تماشا کردید و چون همیشه اخبار از این بیشتر را شما میتونید در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخوانید و ما هر روزه نوارهای روز را در صفحه خودمون در آزادی ویدیو در یوتیوب میگذاریم. همچنین صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی در خدمت شما است. یادتان نرود فردا شما را با خبرهای نو منتظر خواهیم بود. تا آن دم خود را ایجاد کنید و خدا نگهدارتان.